رمزو گزارش بده. قربان تمام مردهای کرمون رو که شما دستور دادین کور کردن. اینا دیگه کار که نمیتونن بکنن، ولی خب تولید مثل میتونن بکنن. لذا ما یک قرارداد 25 ساله با تهرونیا بستیم که تهرونیا دختراشون بیارن کرمون، ما اینجا باردارشون کنیم بفرستیمشون برن. هر دختری هم که باردار کنین 2000 ریال پول بگیریم. آفرین رمزو، عجب فکر اقتصادی خوبی کردی. چند ماه بعد رمزو گزارش بده. قربان نه تنها دخترها تهرونی رو باردارشون کردی، بلکه باردار رو بودم کردن. چجوری؟ قربان اینا اومدن مردا کرمونی رو فریب دادن، گفتن بیایید انگشتاتون بزنید تو شیر عسل، ما براتون میمکیمشون. اینام که نمیدیدن قربان، اینا اومدن انگشتاشون زدن تو جوهر، بعد زدن پا اسناد ملکیشون. الان دخترها تهرونی صاحب تمام مال اموال اینا شدن. خواهی سرشدیم رمزو. آقا محمد خان سلام، آقا محمد